سلام احترامات یک بار دیگر نزد هموطنان گرامی. امان الله احمدزی هستم با بوژوک کمپیتریت یا هلو کمپیتریت. دوستان گرامی، در درس گرامر دلف ادو ما شما امروز که میخوانیم was le passé composé و avoir. دوستان گرامی، ما شما درباره پس کمپوزی میخوانیم که چی است و در کجا استفاده می شود. البته در این اسلاید که شما میبینین این موضوع درسی ما شماست که بخیر پروگرام ایدوی ما برای ادبی میچرخد تا به آخر انشالله الرحمن در خدمت شما میباشیم و همه درس ها انشالله الرحمن پروفشنال بر شما آماده شده و خدا کنه که همراه ما همراهی کنید و یک چیز به دست بیارین. درسته دوستان گرامی؟ دیگه درس گذشته ما که بودک present tense بودک، امرای indicative mode که در هفته گذشته به شما تقدیم شد. حالا passé composé with avoir و دیگه پس کمپوزی که ما شما داریم یک همراه ادخس. درسته دوستای گرامی؟ دیگه درس امروزی ما صرف همراه ابواق است و همراه ادخش انشالله در هفته های بعدی به شما تقدیم میکنیم. خب دوستای گرامی، حالا پس کمپوزی و ابواق البته همراه چی است؟ همراه regular verb خوانده می شود دوستان. همش regular verb است که همراه ابواق استفاده می شود. حالا به شما بعضی معلومات ها داده شده. گفته شده که the passive composite has three possible English translation. For example, j'ai joué can mean. امی passive composite که در انگلیسی میگه سه رقم ترجمه می شود. به طور مثال j'ai joué معنا می شود به سه طریقه زیل. I played simple past. I have played present perfect. I did play past emphatic. حال دوستای گرامی خوب متوجه شوین. کدام دوستای ما که زبان انگلیسی را در گذشته ها خوانده انشالله بهتر میفهمن. بازم کسایی که نمیفهمن مشکل نیست که یاد میگیرین. زمان گذشته ساده یا زمان گذشته کدام زمان میگوید؟ زمان را میگوید که او در گذشته سپری شده باشد. به طور مثال فعلا شما در فرانسه هستین، درست است نه؟ مثلا شما 10 روز پیش فکر کنین که در یونان بودین، این زمان گذشته شد. 10 روز پیش شما در ایتلی بودین، این یک زمان گذشته شد. به طور مثال 10 ماه پیش شما در افغانستان بودین، این یک زمان گذشته شد. درست است؟ خب یک چیز دیگر را متوجه باشین. زمانی که شما در simple past سخن میگوین، simple past، هرگاه که شما زمان simple past یاد میگیرین یا زمان ساده گذشته را یاد میگیرین، فکر کنین که شما تقریبا 40% زبان گپ میزنین. یک موضوع دومی است که زمانی که شما در simple past گپ میزنین زیادتر اوقات adverb of time استفاده می شود یا قید زمان استفاده می شود. به طور مثال شما میگین که 10 دقیقه قبل، 20 دقیقه قبل، 1 ساعت قبل یا 1 ساعت پیش. درست است؟ مثلا دیروز، برای روز، هفته گذشته، ماه گذشته، سال گذشته، 10 سال قبل. درست است؟ این یک قید زمان شد. درست است؟ همچنان همراه present perfect شما میتونین که استفاده کنین و میتونین که استفاده نکنین، مهم نیست. که ما شما چی میگن؟ حال کامل. و طریقه سومش که است که استفاده می شود یا ترجمه می شود زمان پس کمپوزی یا حالت گذشته یک پس کمپوزی البته و همراه past emphatic. این emphatic دوستا چی را میگه؟ این یک چیز تاییدی را نشان میده. درست است؟ به طور مثال شما یک گپ میزنید او را به مثل تاییدی میگین. درست است؟ به طور مثال میگین که درس خوانده بودم. درست است؟ یکم کار امو لهجه تانم تغییر میدین. به معنی عزیز که تو یک پافشاری میکنی که ما همین کار کردیم به این قسم. درست است؟ به این قسم شما استفاده میکنین. حالا اینجا متوجه شوین که ژ ژوئ
یکی گفتی که I played، مثلا در گذشته شما بازی کردین، میتونین که I played yesterday، I played 2 hours ago به این قسم. و اینجا j'ai joué hier، j'ai joué 2 jours avant به این قسم. I have played، مثلا در present perfect هم استفاده میتونینش و ترجمهش میتونین. I did play، اینجا شما یک چی کردین، یک پافشاری کردین به این قسم. دیگه خدا کنه که موضوع به شما واضح شده باشه. از او به بعد دوستا پس کمپوزی که هست که حالا با 2 رقم استفاده میشد. یکی پس کمپوزی گفته شده که is formed with auxiliary verb یا helping verb avoir. همین پس کمپوزی که هست که helping verb یا auxiliary verb چی هست؟ avoir است. این یکیش است. نوع دومش که هست پس کمپوزی with auxiliary verb یا helping verb یا helper verb چی است؟ être است. درسته دوستای گرامی؟ پس حالا ما شما تنها این نخستش میخوانیم، پس کمپوزی و avoir میخوانیم. دوستا البته این کانجوگیشن خود کلتون بلد خود باشین که avoir چه قسم کانجوگیت میکنین. درست است نه؟ مثلا میگین که ژ استلو، مثلا میگی که من یک قلم دارم، ژ کریون، من یک پنسل دارم و غیره و غیره. درست است؟ پس این خود زمان حال ساده است یا پرزنت است که ما شما میگیم. همین کانجوگیشن بعداً ما شما در چی استفاده میکنیم؟ در پس کمپوزی استفاده میکنیم. پس بیان که کار کنیم. ژ I have، تو شما دارین. البته اینجا دوستا از پیش اشتباه شده، خب معذرت میخوایم. الا یا ایلا، she he or it has، مثلا او خانم و آقا و یا او چیز دارد. آن یک one یعنی یک چیز یا یک کس. we you people they have، اینها دارند. درست است؟ نوزون ما داریم. وزوی شما دارید. الزون یا ایلزون، البته ای به خاطر مذکر میآید و ای دومیش به خاطر مؤنث. حالا ما شما اینمی کانجوگیشن یا امی ترکیب در چی استفاده میکنیم؟ در پس کمپوزی استفاده میکنیم. بیاین که پیش بریم. اینجا دوستا به شما یک فرمول داده که چقدر این فرمول پس کمپوزی کار میکنه. بسیار ساده است و بسیط است. در پس کمپوزی consists of 3 parts، از 3 چیز جور شده. subject، درست است؟ دوستا گرامی کسایی که سابجکت نمیفهمه یا سوژه رو نمیفهمه مهربانی کنین در چینل ما موجود است، برین بخوانین و یاد بگیرین. سابجکت چی رو میگوید؟ مثلا من، تو، شما، آنها، اینها، او خانم و آقا و غیره و غیره. شخص اول، شخص دوم، شخص سوم دارد. بعدن است present tense of auxiliary verb avoir. حالا میگه auxiliary verb یا امو افعال کمکی avoir. افعال کمکی avoir دوستا کجا بوده که این است که اینه ببینین، این استفاده میکنیم در پس کمپوزی. این بخش دوم فرمول شد. بخش سوم چی گفته شده؟ past participle of the main verb، حالت سوم چی؟ فعل اصلی. پس اینجا به شما یک مثال داده شده. در همه نخست بر شما گفته شده که hier ending and replace it with ای زبر. البته من به شما به حساب داری میگم. خیلی دوستا، خب حالا کدام فعلی که همراه ای آر ختم شده باشه ببینید این یک مصدر است، یک انفینیتیو است. ژ سگه اگر تنها تنها ژ ژوئ، وقتی که پورا میخوانید ژ ژوئ، ژ ژوئ، ژ ژوئ. ببینید تا به این قسمت که ژوئ رو نخوانید ژ دارم، ژوئ. پس اینجا ما شما این قسم معنا نمیکنیم که من دارم بازی میکنم یا بازی میکردم. درسته دوستا؟ من بازی میکردم. به طور مثال من بازی، البته دوستا مطلبش اینجا است که یعنی یک سپورت بازی میکردم. درست است؟ که اینجا ببینید I played در زمان گذشته ساده شد. I have played در زمان present perfect شد که ما شما زمان کامل برش میگیم. I did play که زمان گذشته emphatic شد یعنی تأکیدی شد به قسم. فعل دیگه که به ما شما گرفته شده همراه آی آر است. ای ورب هم مثالش چی داده شده؟ فینیغ. فینیغ دوستا چی را میگه؟ فینیش به انگلیسی میگه تمام شدن یا خلاص شدن یا به اتمام رسیدن. خب
ژ ا فینی. ای که تنهایی بخونه نه. ببینین ژ سابجکت شد، ا ای present tense of auxiliary verb avoir شد. درست است؟ حالت پرزنت میگیرین و فینی که هستک present participle هستک. خب ژ فینی، ژ فینی، ژ فینی. با طور مثال میگی ژ فینی ما دواغ، ما کار خانگی خدا خلاص کرده بودم. به قسم I finished، I have finished، I did finish. درسته دوستان؟ این قسم به انگلیسی ترجمه می شود. لغت بعدی که هست که همراه اغ ای باز ورب attendre، attendre. باز ژ امو سابجکت شد، ا داشتن البته auxiliary verb است، attendre present participle است که چه قسمه؟ ژ attendre، ژ attendre، ژ attendre. درسته دوستای گرامی؟ پس بیاین که بریم بعضی مثال های دیگر هم کار کنیم. خب پیش از اینکه این مثال ها را کار کنیم شما را به طور که در درس گذشته به شما راهنمایی کرده بودیم، اینجا همچنان براتون راهنمایی میکنیم که چه قسم از سایت کانجوگیزم استفاده کنین دوستا. سایت کانجوگیزم دوستا در این سلاید آخری ما ببینین، اینجا به شما داده شده. ببینین این ماوس که بالایش من میگردانم. پس شما با اینجا میروین، امو سایت کلیک میکنین و این سایت براتون باز میشود. درسته دوستا؟ البته دوستای گرامی امروز اینترنت ما زیاد ضعیف است، یکم ذره مشکلات داریم، کلش براتون نمیتونیم که اینجا عملی براتون کار کنیم. شاید یک صدا رو براتون پلی کنیم. ببینید در حالت اندیکاتیو که است، این خب پرزنت است که درس گذشته ما شما خواندیم اگه یادتان باشه نه. پس ببینید اینجا پاست است، سمپل پاست است، پس سامپل است، پس کمپوزی است. ما شما پس کمپوزی را میخوانیم. درست است؟ به طور مثال هر کدام از اینا که شما نمیتونین تلفظ کنین، بیاین اینجا بالایش یک سر لاسپیکرش ببینید سپیکر کلیک کنین. Vous avez parlé. دیدین vous avez parlé، vous avez parlé. این حال شما میتونین که در اینجا هر لغتی که داشته باشین میتونین که بنویسین و به می طریقه استفاده کنین. درسته دوستای گرامی؟ بریم پس به طرف اسلاید خودم. خب در اسلاید ما شما ببینید باز اینجا چی داشته؟ انفینیتیو parler. آل پغله ببینین ای آر به چی تبدیل میشه؟ به ای زبر. این خب پرزنت است دوستای گرامی که در درس های گذشته ما شما خواندیم. ای پس کمپوزی است. ژ پغله، ژ پغله، tu as parlé، tu as parlé، elle a parlé، elle a parlé، nous avons parlé، nous avons parlé، vous avez parlé، vous avez parlé، elles ont یا ils ont parlé. به قسم دیگه فعل ببینین انفینیتیو مانژه، مانژه. ببین دوستا این انفینیتیو است. انفینیتیو دوستا اگه یادتان باشه چی رو میگفتیم؟ مصدر. ای آر به چی بدل میشه؟ به ای زبر. پرزنت استک ما شما چی رو میخوانیم؟ پس کمپوزی را. البته دوستا بازم میتونید که از امو سلاید شما از امو سایت اینترنتی استفاده کنین، کسایی که مشکلات تلفظات داره. درست است؟ ژ مانژه، ژ مانژه، tu as mangé، tu as mangé، elle a mangé، elle a mangé، nous avons mangé، nous avons mangé، vous avez mangé، vous avez mangé، elles ont یا ils ont mangé. درست دوستای گرامی؟ به قسم البته معنایش خودتان میفهمید که ما خورده بودم، او خورده بودک، او خانم و آقا خورده بودک غذای خود، ما خورده بودیم، آنها خورده بودن و اینها خورده بودن. به قسم درست است؟ باز هم دیگه فعل که به شما گرفته شده انفینیتیو دوغمیغ. دوغمیغ چی رو میگه؟ خواب کردنه. ای البته حالای آزارش هست که جدوغ تو جوغ و ای پس کمپوزیست که ما و شما درس ما بالاش امروز میچرخه. ببینید چه قسم میگن؟ ژ دوغمه، ژ دوغمه. هر حرف را که شما میخوانین باید همراه زیر بتین برش و یا به طرف آخر جمله را آخر فعل کم پایین کش کنین. درست است؟ اگر او قسم نگوین با جمله تان فهمیده نمی شود. ژ دوغمه،
Tu as dormi. Elle a dormi. Nous avons dormi. Vous avez dormi. Elles ont dormi. به یک قسم. درسته دوستای گرامی؟ و کدام فعل دیگه که اینجا همراه ما و شما هست infinitive perdre perdre perdre. البته دوستا یک چیز متوجه باشین، ببینین بعضی ها همراه ای زبر تبدیل میشه، بعضی ها همراه آی تبدیل میشه و بعضی ها همراه یو تبدیل میشود. درست است؟ خب اینجا ببینین زمانی که شما بگین که ما چیزی را گم کردیم je perds ما گم کردم. اگر بگین که ما گم کرده بودم، پس اینجا ما و شما استفاده میکنیم که درس ما و شماست. je perdu je perdu. مثال گپ j'ai perdu la clé. ما کلی ها را گم کردم. j'ai perdu la portable. ما تلفن خود گم کرده بودم. به قسم. tu as perdu tu as perdu. تو گم کرده بودی. elle یا il a perdu. nous avons perdu. ما گم کرده بودیم. مثلا nous avons perdu l'ordinateur. ما کامپیوتر را خدا گم کرده بودیم. vous avez perdu vous avez perdu. شما گم کرده بودین. vous avez perdu l'adresse. شما آدرس گم کرده بودین. به قسم. درست است؟ elle یا ils ont perdu. درست است؟ elle یا ils ont perdu. مثلا او آقایان و این آقاها و یا این خانم ها گم کرده بودن. در آخر جمله شما میتونید که هر چیز اضافه کنید. درست دوستای گرامی؟ پس به این قسم شما میتونید که از سلایدی که کانجوگیزم به شما داده مک از او استفاده کنین و به کار بردین شه. دوستا حال زمان رسیده که شما خودتان فعالیت کنین. این قسم نمیشه که مثلا با شما بگیم که فقط لقمه تیار باشه. البته لقمه تیار است، ولی کوشش کنین که فعال بسازین خدا. زمانی که شما فعالیت کنین انشالله یک چیز را یاد میگیرین. دیگه امو بهترین طریقه شما است که قبلا به شما گفته بودم که فقط هر چیز را کار میگیرین، بگیرین نوشته کنین چند بار و تکرار کنین، انشالله در حافظه‌تان نگهداری میشود. بازم دبیتیود دوستای گرامی، این درس پی دی افش در دیسکریپشن بر شما موجود می باشه و این سایت است که شما میتونین که در اینجا کانجوگیشن استفاده کنین و کدام درس که به شما نقل شده از این سایت است. باز هم کدام سوال، انتقاد، پیشنهاد داشته باشین، میتونین دوستای گرامی که به این کمیونیتی و یا به این گروپ بپیوندین، سوالاتتان، پیشنهاداتتان، انتقاداتتان همراه ما شیر کنین و انشالله ما در خدمت می باشم. دیگه دوستا میتونین که همراه یک دیگر ما شما همدست باشیم و در این زمان مصدر اگه میخواین که بفهمین در زمان در پروگرام A1 لینک هایش هستک و ترکیب یعنی کانجوگیزم اگه میخواین به اینجا هستک. دیگه شما میتونین که از کلش استفاده کنین. دیگه دوستای گرامی اینجا درس ما و شما با پایان میرسه و تا درس بعدی را شما را به الله یکتا میسپاریم. خدا حافظ و نگهدارتان.